انسان از این جهت که دارای اختیار هست و با اختیار بندگی خدا میکنه، اون لقب زیبای کرمنا یعنی گرامی داشتیم رو الله بهش داده، چون با اختیار داره بندگی میکنه. اما نیمی از وجود انسان مثل زنبوره که شهد تولید میکنه، شفاء للناس، و نیمی از وجود انسان ماره، شهوات، نفسانیت، رذائل. نیم اینه نیم اینه. حالا این دست خود فرده که این نیمه وجودیش، این بعد وجودیشو تقویت کنه تو مسیر تقوا، تو مسیر خدا دستی، یا این نیمه دوم رو که ماره، زهره، شهوت، نفسانیت، اینو رشد بده. این دیگه دست خودشه. این دو راه هست، فهدیناه النجدین، دو تا راه واضح و آشکار. انتخاب با توه. میخوای زنبور عسل باش شهد بده، میخوای ماهی باش که بگز و دیگران را اذیت کن. مؤمنان که این عسل زنبوروار مؤمنان کان عسل زنبوروار، کافران خود کان زهری همچو مار. مؤمن ها مثل در حقیقت معدن عسلن، اون بعد وجودشون رو تقویت میکنن. کافران هم مثل کان زهرن، معدن زهرن، یعنی این بعد وجودشون رو تقویت میکنن، شهوانیت و نفسانیت. زان که مؤمن خورد بگزیده نبات، تا چون نحلی گشت ریق او حیات. مؤمن از گیاهای برگزیده و گیاهای منتخب، گیاهای خوب میخوره تا اینکه آب دهانش مثل زنبور عسل شیرین و حیات بخش میشه. باز کافر خورد شربت از سدید، هم قوتش زهر شد در وی پدید. اما کافر همین خوردن رو میکنه. این خوردن او مثل سدید، چرکاوه پرخونه که این زهرابه نتیجه غذاییه که او میخوره. اهل الهام خدا عین الحیات، اهل تسبیل حواس سم الممات. اونهایی که اهل الهامات ربانی هم، خورده از اون طرف سر سفره بوده، غذا خورده، اما حالا سینش محل نزول الهامات الهی شده، سینش محل القاء خوبی ها شده، مسیر درست داره حرکت میکنه. اما اهل تسویل یعنی کسانی که اهل فریبن، سم الخیاس. مولانا میگه این دسته از افراد مثل سم کشنده هستند. در جهان این مدح و شاباش و زهی، ز اختیار است و حفاظ آگهی. اگر به آدم تشویق میکنن، آدم رو توی یک موفقیتی بهش تبریک میگن، فقط به خاطر اینه که اختیار داشته و با اختیار درست مسیر صحیح رو رفته. اگر ما یک فردی رو امروز به عنوان یک شخصیت بزرگ میشناسیم، این تو 13-14 سالگیش اختیار خوب کرد، مسیر خوبی رو از علم و از فقه انتخاب کرد، تهش یه عالم ازش در آمد. یکی دیگه تو 13-14 سالگی راه شهوت و دوست بازی و رفیق بازی و نمیدونم خوشگذرانی رو میگیره، میره تهش سر از کجا در میاره؟ فتنه و فساد. جمله رندان چون که در زندان بوند، متقی و زاهد و حق خوان شود. میگه انسان وقتی تو سختی ها قرار میگیره، تو شدائد قرار میگیره، بهتر میتونه پرهیزگاری، پارسا و حق طلبی خودش رو حفظ کنه. مولانا میگه ببین اونایی که تو زندانن چطور نماز میخونن، چطور تسبیح میگن، چطور متوجه اللهن، اون تو این مقامات. همین بیرون چاقو دستش بود، عربده میکشید، منم کیم، میزنم، میکشم، فلان میکنم، اینجا آمده اینطوری شده. چون که قدرت رفت کاسد شد عمل، هین که تا سرمایه نستاند اجل. مولانا میگه همین که قدرت بر انجام اعمال از انسان سلب بشه، دیگر اون عمل رونقی نداره. و یعنی کار نیک وقتی با ارزش قابل تحسینه که انسان اون عمل نیک رو با اختیار خودش انجام بده. کور بگه من چشم چرانی نمی کنم، خب نداری که بکنی. این انسانی میتونه بگه من چشم چران نیستم، چشم دارد، قدرت دیدن دارد، اما به خاطر الله چشم رو پایین میکنه. قدرتت سرمایه سود است هین، وقت قدرت را نگه دار و ببین. الان وقت قدرتته، الان الله تعالی به تو اختیار داده، از این فرصت، از این سرمایه درست استفاده کن و اون بعد وجودی خودت رو، بعد ربانی خودت رو تقویت کن تا از خودت یک انسان بزرگ بسازی. آدمی بر خنگ کرمنا سوار. خنگ اینجا اسب سپید موی رو میگن و
اسب سفید رنگ. میگه آدمی بر خنگ کرمنا سوار، خدا تو رو بر اسب کرمنا سوار کرده. خدا به تو کرامت انسانی داده، همون کرامت انسانی که به بایزید بسطامی داد، همون کرامت انسانی که به ابوالحسن خرقانی داد، همون کرمنایی که الله به عبدالقادر گیلانی داد، الله به تو هم داده. اما اونا از این مسیر درست استفاده کردن، رشد دادن، به یک دم هستن که این بعد کرمنای خودشون رو فدای شهوترانی، فساد، لذت‌های حرام کردن و همه چیز رو دست دادن. در کف درکش عنان اختیار، خدا در دست فهم و معرفت او لگام اختیار رو داده. میخوای این مسیر برو، میخوای این مسیر برو. من که به تو کرامت دادم، من که در تو خوبی ها رو نهادینه کردم. حالا بعد باز موسی داد پندو را به مه که مرادت زرد خواهد کرد چهر. باز دوباره موسی گفت ببین جناب، نصیحتت میکنم، این خواستت خواسته خوبی نیست، این باعث روسیایی و سرفکندگیت میشه. اینو نخوا که زبان پرندگان اینا رو بفهمی. ترک این سودا بگو و از حق بترس. تو رو به خدا از این خیال خام دست بکش، از خدا بترس. دیو دادستت برای مکر درس. این درس رو شیطان به تو داده، بیخ گوشت وز کرده، وسوسه کرده که تو به این برسی. این به خدا یک وسیله غلطیه که شیطان میخواد تو رو تو اون لاین بندازه. بترس، نکن، این سمت نرو، اینو نخوا، این برای تو مناسب نیست. اما او قبول نمی‌کرد. قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی که انشالله جلسه آینده می‌خواریم. آخر چانه زنی کردن. نهایت امر گفت خیلی خب پس زبان خروس رو و زبان سگ رو، این دوتا رو به یاد میدم که اونا صحبت بکنن تو بفهمی، متوجه، اونا صدا در بیارن تو بفهمی چی دارن میگن. همه رو به تو نمیدم، ولی طبق اون سفارشی که ذات الله تعالی کرده، این دوتا رو که انقدر تو چانه زدی و انقدر گفتی باشه، این دوتا به تو داده میشه. این قرار زبان چی رو بفهمه؟ بگید سگ و خروس رو بفهمه و ببینید چه اتفاق میفته انشالله هفته آینده. مولانا دعا بفرمایید. از جلسه انشالله چهارشنبه شبها در همین مسجد جناب مولانا جلسه بسیار مبارکی دارن. هم جلسه اصلاحی هست و تعلیمی از بزرگان میشه، هم جلسه ذکر و دعایی هست. از فرصت زندگی و عمر درست استفاده بکنیم. واقعا اینا رو نعمت الله بفهمیم که از این نعمت اگر به جا و درست استفاده نشه الله فراهم کرده برای ما. خیلی ها هستن میخوان همینطور محفلی، همینطور مجلسی، همینطور محیطی، اما براشون نیست. خیلی ها هستن تو استانهای ما اونا رو دیدیم که توی شرایط سخت دارن زندگی میکنن، آرزوی اینطور مجلس ها رو دارن. و باور بکنید که هستن کسایی که تو کلان شهرها نه تنها به این جلسات دسترسی ندارن، بلکه برای نماز جمعه خودشون 2 ساعت تا 3 ساعت رانندگی میکنن تا به نماز جمعه برسن تو اون کلان شهر. ولی خدا همه چیزو برای ما مهیا کرده. تو 5 دقیقه مونده به اذان ظهر هم سوار موتور و ماشینت بشی، 5 دقیقه بعد جلوی مسجد جامعی. اینو نعمت معنوی الله. اینطور محفل‌ها، اینطور مجلس‌ها، اینطور محیط‌ها، اینطور شخصیت‌ها ان شاء الله سعی کنید از این جلسه درست استفاده بکنید. درودی بخونید.